این شاید آخرین نماز جمعه است که در هفته‌های نزدیک در مسجدهای تاجیکستان خوانده می شود. شورای علمای تاجیکستان اعلام کرد که از فردا 18 اپریل گذراندن نمازهای جمعه 5 وقته و نماز تراویح در مسجدهای تاجیکستان موقتا منع کرده می شود. فعلا معلوم نیست که این تصمیم تا کی ادامه میکند، چون شورای علما گفته است تا به اعتدال آمدن این وضعیت در این مسجدهای تاجیکستان بسته خواهند بود. شورای علما همچنین در اطلاعیه خود گفته است بجز از منع نماز در مسجدها در ماه رمضان از برگزار نمودن همه گونه جمع آمد از جمله تراویح، افطار، عیدگردک و دیگر معرکه ها منع کرده شود. آغاز ماه رمضان فعلا معلوم نشده است، ولی شورای علما گفته است وابسته به روزه‌داری توصیه‌های خود را قبل از آغاز رمضان پخش می‌کند. در 2 ماه اخیر این بار دوم است که مسجدهای تاجیکستان بسته می‌شوند و سپس گشوده می‌شوند. پیش از این روز 5 مارس مسجدهای تاجیکستان موقتا بسته شدند و در آنها بجز از نماز جنازه برگزاری دیگر نمازها اجازه داده نمی‌شد، ولی روز 19 مارس مقامات دوباره در این مسجدها را باز کردند. شورای علما گفته است تصمیم قطع نماز در مسجدها از روی تجربه کشورهای دیگر اسلامی از جمله عربستان، ترکیه، ایران و پاکستان گرفته شده است. حتی حرم بسته شده است. حرم خانه خدا به خاطر چی؟ به خاطر امن و امنیت ملت و وطن و جهان. و همون خاطر یگان مشکلی نداره. ان شاء الله که هر کی نمازخانه خانه خودش نمازگذاری میگیره، مثلا که و با کسل که برطرف شد، میشه که ان شاء الله با درهای مسجدها باز شود و با خوانده شود ان شاء الله. پیشگیری از کرونا ویروس چیزی که قانون میگه ما باید ریزاییم، ما چیز دیگه طلب نداریم جناب. مقابلان این امر باشند به این عقیدند که اگر واقعا خطر کرونا ویروس جای دارد چرا در برابر مسجدها در بازار و مغازه ها نیز بسته نمی شوند. در تاجیکستان به اطلاع وزارت تندرستی تا حال یگان حالت سرایتی با کرونا ویروس به قید گرفته نشده است، هرچند مرگ چند ساکن ولایت سوخت و یک ساکن ولایت ختلان در روزهای اخیر بحث های را در این زمینه به میان آورده است.